این فک و فامیل. ببین دوستی عزیز، اون دوره‌ای که فامیل دوره هم جمع می‌شدن و بزرگترا و کوچیک‌ترا رو نصیحت می‌کردن و تیکه بارشون می‌کردن و اذیتشون می‌کردن، مال قبل ورود گوشی‌های هوشمند به زندگی انسان بوده. الان نه تنها ما می‌دونیم اون سر دنیا چه خبره، بلکه می‌دونیم تو زندگی شخصی خودت هم چه خبره. پس تو یکی خفه شو، سرت اینو کپک کرده زیری بعد آکونی گوهید بالاست، هم دارن می‌بینن تو میای منو نصیحت می‌کنی، تو اگه بیلزنی باخچه خودت لا کرمه. خب آره، من اگه همونجا میرینم بهت برای اینکه میترسم نه با پشت دست بزنه تو دهنم، وگرنه میشستمت میذاشتمت پنادی بار خوشی. ما رو با کتک میارن تو جمع فامیلی، ما چشی دیدنتون رو نداریم، تحملشو برامون سخت‌تر نکنید، دهنتون رو ببندید، به خدا دهنتون رو ببندید. پسنیم گلانی یه بار دیگه من دیدی آتا یکی شروع کردی منو نصیحت کردن و سبک زندگی قیافه من ایراد گرفتن، اون تو دهنیاره به جون میخورم. دهنه برای همیشه میبندم. احترامت دست خودته، حالا خود دانی.